اتفاقا من از سیاه ترین بخشی زندگی من خوشم میاد. میگم چقدر خوب بود که بود، چون الان این لحظه‌ای که شاید توی نورم بیشتر قدردان نورم. چرا این سوال میپرسم؟ با آدمایی که مرکز توجهن من صحبت میکنم میبینم یه سری فشارهای دیگه‌ای که آدم‌ها اصلا نمیدونن وجود داره رو دارن تجربه میکنن. آها فهمیدم. بریم هزینه‌ای که توی این مسیر بوده چیه؟ آره سوشال مدیا هزینه‌ش هم داره بدون شک. مثلا من یه به قولی میشه همیشه اصلا یه پارانویایی دارم روی افرادی که دورم هستن. ناخودآگاه میاد دیگه، چون یه سری افرادی هستن که خب افراد واقعی زندگیت بودن، از صفر بودن تا الان. ولی خب مثلا شاید واسه اون کسی که توی سوشال مدیا بود، داره چه کسی که من باشون صحبت کردم یا یکم هم از تجربه خودم، مثلا یه چیزی که همیشه توی ذهن آدم میاد اینه که الان این شخصی که داره با من وارد یه ارتباطی میشه، داره با پارسا وارد ارتباط میشه یا ویتو. این یه چیزیه که گاهی وقتا توی ذهنم میاد